خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. در مورد بازی فکر میکنم که خب برای ما این سه امتیاز واقعا سه امتیاز خیلی مهمی بود که تونستیم به دست بیاریم. فکر میکنم یکی از بهترین بازیایی بود که سپاهان تو این چند سال اخیر توی عراق انجام داده بود، چون همیشه اینجا بازی کردن خیلی سخت بود و سخت هست. موقعیت‌های خیلی زیادی به دست آوردیم که خب متاسفانه خیلی ازشون خوب استفاده نکردیم و از اون طرف خیلی فکر نمی‌کنم موقعیت خاصی هم به حریف داده باشیم. روی ضربات سر تو بحث دفاعی فوق‌العاده خوب بودیم که فوروارداشون تا اون جایی که میتونستیم کنترلشون کردیم، کاریه که خیلی خوب انجام میدادن. تو ضربات ایستگاهی خیلی خوب بودیم و به همون نسبت توی موقعیت سازی فوق‌العاده از فضاهای خیلی خوبی استفاده کردیم. موقعیت خیلی زیادی که فکر میکنم کمتر بازی بود که میتونستیم اینقدر موقعیت درست کنیم، ولی متاسفانه خیلی خوب ازش استفاده نکردیم. در هر صورت رو هم رفته امتیاز فوق‌العاده خوبی بود که میتونه برای آینده ما رو بهتر و بهتر کنه، از لحاظ روحی روانی شرایطمون بهتر بشه که بتونیم روندمون رو همینجور ادامه بدیم و بتونیم که بازیامون رو پشت سر هم با این شرایط بریم جلو. در خدمتتون. سلام باشید. میگم بهتون بازی خوبی انجام دادید. تو مسابقه امروز خیلی کم موقع گل دادید به آلومینیوم. خواستم بگم که چقدر نقش آقای گابریل پینو توی عملکرد خوب دفاعیتون بهش سهم. همه کادر من، چه آقای عقیلی، چه پین، چه حالا برادر خودم، چه کاتا، چه علی ربانی که بحث چه بدنساز تیم هستن، همه همکارای من همه تلاششون رو دارن انجام میدن. یکی از دلایلی که من خیلی از روز اول با آقای عقیلی و آقای پین در مورد این موضوع صحبت میکردیم، این بحث بود که من همیشه تو بحث‌های هجومی سعی می‌کردم تیمام خوب باشن، ولی متاسفانه تو سالهای گذشته این تجربه داشتم که یه جایی ضد حمله‌های بد می‌خوردیم و خیلی در مورد این موضوع بحث می‌کردیم و سعی می‌کنم که از نظرات آقای عقیلی، آقای پین استفاده کنم توی بحث‌های دفاعی، اون راهکارهایی که بهم میدن و ازش استفاده کنیم که بتونیم کمتر موقعیت به حریفا بدیم که روز به روزم داریم توی این کار بهتر میشیم. ولی خب نبایدم حواسمون پرت بشه که فکر کنیم خیلی کارهای بزرگی انجام دادیم. یکی باید پله به پله بریم به جلو و سعی کنیم که همینجور بازی به بازی کارمون ادامه بدیم که بتونیم در نهایت به موفقیت برسیم. تو تجربه قبلیتون تو نیمکت سپاهان هفته آخر قهرمانی رو از دست دادید. فکر می‌کنید امسال بتونید قهرمانی رو حفظ کنید؟ نمیدونم. موضوع اینجاست که ما باید فقط